میگم زیر قطوری پول دوش رو چیلم گرفتم قرض گرفتم نمیتونم که داد بودم چیکار کنم خیلی کنم که دقیقا بید آیا پاگر روز پیمان میفت ازش نامه بیدم قبل دا انشالله ای عمل بچه مهمانشون بشم و دایدونی عمل نیک کنم و اخبار عمل بفهم و اخبار مستدام که میتونم Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Kimsiniz? Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Yalvarırım. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, bilmiyorum. Kimsiniz? Ne oluyor? Ben neredeyim ya? حضرت مولای روم میگوید همه هستند و همراهی تو تابور همه هستند و همراهی تو تابور زن و فرزند و اخوان و زر و زور روان این همراهان غمناک با تو نیاید هیچ کس در خواب با تو میرم تا پیش خبرم ما کسی نمیدرد وقتی که تنها میمونده پروردگار مهربان ندا میکرده شب که میدرآمده است وحشت همه جا که تاریکی فرا میگرفته است پروردگار و برای بنده مؤمنش تجلی میکرده میگوید عبدی رجعوا و ترکوک و فی التراب دفنوک ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت پروردگار ای بنده من اشاد گشته برفتن بچه ها گشته رفتن خواهرزاده ها گشته رفتن تو رو تنها گذاشتن در این خانه تاریک و انا الحی الذی لا اموت منم همراه تو همیشه همراه تو بودم و دست
هستم خدایی که همیشه زنده است، همیشه از احوال تو خبردار است. من هستم. این حالت اندکی نگذشته بود که در پیش او یک جوانی زیبای پیدا می شود. رخسارش مانند ماه زیبا، در تن لباسهای زیبای خوشبو. از زیبایی و خوشرویی او روح میت به وجد می آید، به شوق می آید. پیشواز او می خیزد، می گوید ای بنده خدا، ای دوست خدا، تو کی هستی که در این حالت تنهایی به من رفیق شدی، به من مونس شدی؟ تو کی هستی؟ او می گوید انا عملک صالح، من همون عملهای صالح تو هستم، همون مسجد بیاهیات هستم، همون نمازخانیات هستم، همون پاکیزگیات هستم. من همراه تو هستم. ابشر بالذی، خدا تو را بشارتی به جنت داد، خدا تو را بشارتی به راحت داد، خدا تو را بشارتی به بهشت داد. خوشا به حال تو، من رفیقی تو هستم. تو تنها نیستی. خبر مونیس در قبر عمل صالح است. خویشاوندان همون گشته می روند. آن کسی که در قبر همراه ماست، ما مرده و او زنده، این عمل صالح ماست، این ایمان ماست. وقت از جانب پروردگار صدای می شود وافتحوا له بابا الى الجنه، برای این دریچه به سوی بهشت گشایید. این فرمان از جانب پروردگار صادر می شود. دو دریچه از سوی جنت گشاده می شود و گلیم‌های بهشتی زیری پهلوی او فرش می کنند، پهن می کنند و قبر او را گشاد کرده می شود. خوب این حالی بندگان مومن بود، بندگان با طاعت بود، بندگان نیک خدا بود. اما ببینیم حال کافر و منافقا چگونه است. وافتحوا له بابا الى النار، به سوی دوزخ دریچه از قبر او گشایید. این عذاب قبر